شریعت است، چون هیچ صلاحیتی ندارند و هیچ قانونی مدونی هم ندارند. سپاسگزارم آقای رباطی. اولی که حالا با استدلالی که آقای محقق نسب کرد، شما از حمایت طالبان دست میکشین موارد را که اینا گفتن؟ بعد من میرم روی سوال بعدی خود. ما از جناب محقق سوال میکنیم که ما از کی مشروعیت میخوایم؟ میگه که امارت طالبان مشروعیت نداره. مشروعیت ما از دموکراسی میخوایم، از کمونیستی میخوایم، از بوداییزم مشروعیت میخوایم، از شیعیزم مشروعیت میخوایم، از دین اسلام، دین مبین اسلام قرآن، از قوانین او مشروعیت میخوایم. ما خو الحمدلله مسلمان هستیم. ما مشروعیت نه از امریکا میخوایم، ما نه مشروعیت از شرق میخوایم. بله. بله آقای رباطی چیزی گفت؟ صدایشان فکر کنم که باز تماس ما با ایشان با مشکلات روبرو شد. خب تماس ما قطع شد، تلاش میکنیم دوباره اونا رو داشته باشیم. آقای محقق نسب، حال سوال ماند، اونا میگن که خب ما مسلمان هستیم، از کی باید مشروعیت بخوایم؟ این یک بحث است، ولی بیاین از این بس از این که آقای رباطی نیست همین موضوع دوباره آمدن. آقای محقق نسب ببخشین که این مشکلات گفتگو از راه دوری نمی است که اینترنت قطع و وصل میشه، ولی ظاهرا آقای رباطی دوباره با ما هستند. رباطی صاحب نه، ما همین سخن خود پرا میکنیم. اگر جناب محقق صاحب سخن مشروعیت میکنه، مشروعیت ما از قرآن، از حدیث، از اصول اربعه داریم. اگر مشروعیت از امریکا ما مشروعیت نمیخوایم. اگر از شرق ما مشروعیت نمیخوایم. اگر از بوداییزم ما مشروعیت نمیخوایم. از چین کمونیسم ما از او مشروعیت نمیخوایم. مشروعیت ما از قرآن و حدیث و مذهب خلفای اربعه همین مشروعیت میخوایم. دیگه یک مسئله. درست. همین مسئله دومی که جناب محقق صاحب میگوید، این موضوع باید بررسی شود و کاملا اجزا او معلوم میشه و اندازه او معلوم میشه. این تحقیق کاری قاضی و کاری ترانوال است. تحقیق وظیفه نماست. نماست جنابی. خب درست. حالا آقای رباطی، آقای محقق نسب میگه مشروعیت از مردم افغانستان باید بگیرین، نه از امریکا و نه از غرب و نه از شرق و نه از گفته شما بوداییسم و موضوعات دیگه. مردم افغانستان چگونه بر شما مشروعیت داده؟ یک موضوع دومی است که فعلا تمام تصامیمی که در نهادهای عدلی و قضایی طالبان گرفته میشه آقای رباطی، اما بنیادش کدام قانون است؟ قانون اساسی را شما قبول ندارین، قوانین که در افغانستان بود اونا را به اکثریتش لغو کردین. حال بر اساس چی تصمیم گرفته میشه؟ سوال شما دو شق داره. یک شق این مشروعیت در ملت. الحمدلله ما مشروعیت در ملت داریم. اقوام پشتون داریم، اقوام هزاره داریم، اقوام اهل تشیع داریم. اگر کسی خبر نیستی جرم ما نیست. اگر در زین او دیگه قسم میآید جرم ما نیست. ما شورای اقوام هزاره داریم، ما شورای اقوام شیعه داریم. بله. هر کس که میبینی یا به کابل که ما پیش میکنیم، شورای هزاره پیش میکنیم، شورای اهل تشیع پیش میکنیم، شورای ازبکا پیش میکنیم، شورای تاجیکا پیش میکنیم، شورای پشتونها پیش میکنیم. خب. ما افغانستان شما میبینید، تو گوش کن، یک گروه کوچک که از پشت او ملت نباشه به تمام جهان شکست میتونه، این طاقت داره که به تمام جهان شکست میتونه. رباطی صاحب بله وقت برنامه تمام میشه. من سوالای زیاد دارم ولی از این که تماس قطع شد و رفت و بس بسیار عمیق بود، موضوعات ماند. ولی بیاین که روی یک موضوع صحبت کنیم، از بس بسیار دور نریم. آقای رباطی، در شرایطی که جهان خواسته داره از طالبان، قوانین مدنی افغانستان است، قوانین جزایی افغانستان است، خب یک طرف هم قوانین شرعی است که شما اشاره میکنین، یک بخش عمده نمی است که فکر میکنین یک راه وسط بین دیدگاه شما و آقای محقق نسب وجود داره به عنوان راه حل؟ بله داره و همی کار روان است. حالا در افغانستان مرداری امریکایا، ناپاکی امریکایا پاک نشده.
20 سال امریکایا در افغانستان مرداری پاخش میکنه. در افغانستان تمام ادیان باطله در 20 سال در جریان 20 سال دزدنی کرده است. بله ما امی پاک میکنیم. بالکل ما یک رای معتدل، یک رای میانه، آقای رباطی صاحب، بله رباطی صاحب حال 20 سال افغانستان از قوانین زیاد داشت، نه در هر بخش قانون ساخته شد، تصویب شد، قوانین مدرن آمد، پارلمان آمد، حال مرجع مشروعیت قانون نیست. نه قوانین چی شد؟ از این بعد به اساس کدام قوانین شما تصمیم میگیرین؟ یعنی مگر بپرسم که شما همون رایی را که میگین سرش کار جریان داره، آیا دیگه در افغانستان مرد و زن افغان شلاق نخواد خورد یا شلاق ادامه خواد داشت؟ جناب، یک قانون است و یک تنفیذ است. قانون یک چیز است که برای کاغذ نوشته میشه، تنفیذ دیگه چیز است. در 20 سال در افغانستان تنفیذ امریکایی ها بود. هر چی که امریکایی میخواه میکرد. دولت افغانستان هیچ چیزی واقع نداره، قدرت نداره. الحمدلله قانون ما از قرآن مستفید است، از قرآن ماخوذ است، از حدیث ماخوذ است، از امی فقه های مبارکه که فقه شیعه است، فقه اهل تشیع است، فقه اهل قانون است. ما از کلگی از امی جور کردیم، امی است، امی اساسی قانونی ما است، از کلگی با جور شده میشه. یعنی شما قانون اساسی میسازین آقای رباطی؟ بله ولی مذهب تشیع هنوز به عنوان یک مذهب رسمی در افغانستان قبول نشده، اما وقت کم است. آقای محقق نسب، شما فکر میکنین که در بین دیدگاه شما و دیدگاه آقای رباطی میشه یک رای وسط شکل بگیره به عنوان رای حل معضل افغانستان؟ یعنی میره شما برش خوشبین هستین، امکان پذیر است؟ رای وسط رو رها کنید، بیاییم به رای قانونی و مشروع و حقوقی بچسبیم. مثلا یکی از مسائل مشروعیت یک نظام، همونطوری که آقای استدلال میکنه که ما قرآن داریم، سنت داریم. بله ما هم قرآن داریم، سنت داریم، ولی ما الان حکومت نداریم. در صدر اسلام خلفای راشدین در سقیفه بنی ساعده عده‌ای از مردم را لااقل ریش سفیدا را جمع کردن، نشستن، گفتگو کردن، شخصی را کاندید کردن، سرانجام رأی گرفتن، بعد گفتن که ما حاکمیم. اونایی ادعا نکردن که ما چون مسلمانیم، چون کتاب داریم، چون سنت داریم، پس ما حق داریم مردم شلاق بزنیم. خب حالا طالبان بیاد انتخابات در افغانستان برگزار کنه. انتخابات یک امر عرفی و عقلایی و جهانی است، مثل همه ملت‌های مسلمانی که در دنیا است. در پاکستان ایشون در بخش مشروعیت آقای محقق نسب، در بخش قوانین چی؟ بله. در بخش قوانین چی؟ در بخش قوانین تا زمانی که قانون تصویب نشده، ماده به ماده نوشته نشده، هیچ قاضی حق قضاوت ندارد. امور اجرایی را بله می شود سر و سامان داد، نظامیان را یک جوری سر و سامان داد یا مسائل اقتصادی و بهداشتی را امر و نهی کرد، ولی قضاوت مطلقاً بدون قانون، بدون مر قانون، بدون استناد به ماده 15 مثلا نمی شود قاضی حکم صادر کند. اگر این کار را نکند این قاضی خودش مجرم است. بنابراین تا قانونی مستند نباشد شما به نام شریعت نمی توانید کسی را مجازات کنید. مثلا الان یا آقا میگه که فلان کس رو ما میزنیم، اگر شاهد نبود میریم تحقیق میکنیم، در حالی که از نظر من باطل است. از نظر بسیاری از علما چنین رفتاری تجسس در امور خصوصی مردم است، آبروریزی است، برخلاف کرامت انسانی است، برخلاف حقوق بشر است، برخلاف ارزش‌های انسانی، کرامت انسانی و آبروی انسانی است. چرا شما با آبروی ملت افغانستان بازی میکنید؟ سپاسگزارم آقای رباطی. بله شما با آبروی مردم افغانستان بازی میکنین. حالا بعد تلاش دارم که بتونم به یک راه حل را در بین شما دوتا پیدا بکنم. فکر میکنین، بازم پرسان میکنم، آیا در آینده در افغانستان مرد و زن شلاق خواهد خورد یا یکی مشکل حل میشه آقای رباطی؟ قبل از جواب شما یک پرسان میکنیم آقای محقق از ایران است یا از افغانستان است؟ آقای محقق نسب میگن از کجا هستین؟ من از افغانستان، از دایکندی هستم. آقا من در کابل مگر محاکمه نکردن که چرا
مثلا مقاله نوشتی که عقیده آزاد است. خب سپاس. اینا از دایکندی هستن. رباطی صاحب شما هم از قندار. خب برادری ماست، برادری ماست، عالمی ماست، وطنداری ماست. ما جناب محقق صاحب خواهش میکنیم که در هر کجا هستی تو باید بیا به افغانستان. این وطن ما و شماست، این ملک و زمینی ما و شماست. ما این نظام منصوب به جان خود نمی کنیم، ما منصوب به شما میکنیم. این نظام و این امارت و این حکومت تنها از ما نیست، از شما ماست. این خاک تنها از ما نیست، از شماست. تو بیا به افغانستان. ولی رباطی صاحب عالمی، بله رباطی صاحب امی برادر شما، بله امی برادر شما امینا میگه تا که شما مشروعیت نگیرین قانون نسازین قبولتان نداره. چرا یک کار نمیکنین که این مشکل حل شود؟ مشروعیت ما چرا کم پیدا میکنیم؟ از شما پرسان میکنیم که جناب میگه انتخابات کنین، انتخابات برگزار کنین. میگه چرا انتخابات نمیکنین؟ انتخابات اگر زمینه مساعد میشه، ملک برابر میشه، امیتر علما مییا، کلانا مییا، سیاسا مییا، ملک برابر میشه، هر چیز میشه، انتخابات میشه، هر چیز میشه. اگر یک کس که خودش با منصوب جان یا که عالم معرفی میکنه، ای از وطن فرار میکنه. بله سپاسگزار. سپاسگزار. از وطن فرار میکنه. سپاسگزار هستم رباطی صاحب. سپاسگزار رباطی. ما وعده میتم جناب، ما به شما وعده میتم که او در دایکندی قاضی میکنم. بیا. سپاسگزار هستم. آقای محقق نسب شما دعوت کردن و گفتن انتخابات هم برگزار میکنیم، اما وقت برنامه ما تمام است. من سپاسگزاری میکنم از هر دو مهمان آقای رباطی و آقای محقق نسب که در دیدگاه امشب با من بودن و شما بیننده عزیزم سپاسگزار هستم که بیننده من بودید. وقت بخیر، خدا نگهدار.